سلام دوستان عزیز. امروز راجع به سیستم های گرمایش خانه و یا منزل صحبت میکنیم که به انگلیسی هوم هیتینگ سیستم یاد میشه. منزل امکانش است که به طریق های مختلف گرم کرده شود. یکی از طریقه ها به نام سنترال هیتینگ و یا مرکز گرمی است که مخصوصا در بلاک ها استفاده میشه و طریقه دیگرش از طریق هیت پمپس یا ایر کاندیشن ما شما میگیم که هوای گرم داخل خانه میکنه، باعث گرم شدن فضای خانه میشه و همچنان بخاری های دیواری است که برقی که مجهز به ترموستات است و یا فعلا مروج است و طریقه دیگرش جریان دادن آب گرم است یا جیوترمال هیتینگ. جیوترمال هیتینگ معنیش است که آب گرم از زمین کشیده میشه و بعدا به دوران در منزل به دوران میشه که باعث گرم شدن خانه میشه و طریقه بسیار معمول مدرنی که ما فعلا استفاده میکنیم فلور هیتینگ است یا از سطح زمین ها گرم کردن سطح زمین یک منزل یا یک ساحه است که از طریق کیبل های گرم کننده و یا فیلم های گرم کننده که صورت میگیره. قبل از اینکه راجع به موضوع گرم کردن منازل صحبت کنیم باید یادآور شم که در این تصویری که شما میبینید استاتستیک نشان میده که 61% انرژی برق که در منازل استفاده میشه به غرض گرم کردن خود فضای خانه است. 15% شما میبینید برای خاطر گرم کردن آب و به شکل فیصدی های دیگرش در بخش های مختلف مثلا 14% در قسمت لایتینگ و یا روشنی خانه استفاده میشه. گرما برای کاربردهای داخلی و یا هیت فار اینتریر اپلیکیشن. حالا فقط توجه شما را به بخش جلب میکنم که ما چه قسم میتونیم زمین یک خانه را گرم کنیم که بعد از گرم شدن زمین خانه به حساب حرارت از طریق زمین بالاخره به تمام فضای خانه انتشار کنه. این به دو طریق در شرایط فعلی امکانش است. یکی به طریق الکتریکال فلور هیتینگ است که از طریق برق میشه که در شما میبینید که کیبل گرم کننده است و همچنان گرم کننده است و یا به طریق دومی به طریق هیدرونیک فلور هیتینگ و یا که از طریق آب گرم پمپ کردن آب گرم و دوران دادن آب گرم در اینجا و بعدا این میشه باعث گرم شدن خانه شود که بعدا ما راجع به اینا به شکل مفصل صحبت میکنیم. در قسمت داخل یعنی گرم کردن داخل منزل میشه که در سطح زمین کاشی باشه و یا سنگ باشه و یا پلاستیک های دبل باشه و یا لامینیت باشه و یا چوب های سخت و یا پارکت باشه. در اینجا امکانش هست که زمین از طریق که همین دو طریق که قبلا صحبت کردیم گرم شد. قبل از اینکه به بخش بیشتر ادامه بدیم توجه شما را جلب میکنم که در خارج از منزل یا در خارج چه قسم میشه که زمین گرم شد. به این شکل طریقه ولی با مقدار بزرگتر در این صورت میبینید. در اینجا مثلا میبینید که در یک بام است که برای خاطر جلوگیری از یخ زدن خود از این برف ها که برف ها بالاخره یخ میزنه و در پایین سقوط نکنه و باعث صدمه به دیگر اشخاص و یا اشیا نشه این را وصل میکنه و دیگه در اینجا میبینید که نزدیک گراج خانه میشه که وصل به حساب و در اینجا دو امکان است. یکی به توسط کیبل های گرم کننده و یا توسط بخش دومی که ما گفتیم هیدرونیک که به طریق پمپ کردن آبهای گرم هم امکانش است. و در اینجا میبینید که به خاطر جلوگیری از لغزیدن موتور شاید نزدیک کدام پارکینگ موتور باشه در اینجا هم کیبل های گرم کننده استفاده شد باعث میشه که موتور یا تردد به شکل نرمال اینجا در حالت وقت زمستان هم صورت بگیره
و میتونیم که در دوی شکل شما میبینید که کیبل های گرم کننده داخل یک پایپلاین میشه و به خاطر سردی زمستان جلوگیری از یخ زدن آب اینها استفاده میشه. و به این شکل در این تصویر هم شما میبینید که چطور یک پایپلاین هست. و دیگه مسئله مهمی است که وقتی که آب نوشامیدنی و منازل از یک مرکز انتقال داده میشه و مثلا در شرایط زمستان دنیمی که دور از این پایپلاین ها کیبل های گرم کننده موجود است. و همچنین میتونیم در ساعات بسیار بزرگ هم از کیبل های گرم کننده و مخصوصا از قسمت های بخشی که آب گرم پمپ میشه در اینجا استفاده شده. مثلا شما ساعت بزرگتر میتونید که رنوی های میدان های هوایی را ببینید که در صورت زمستان میبینید که برف باید نباشه به خاطر که پروازها به شکل نرمال اینجا اتفاق میفته. فلور هیتینگ یا گرم کردن سطح زمین به دو طریقه از طریق برق یا انرژی برق صورت میگیره. یکی از طریق کیبل های گرم کننده است و دیگه از طریق فیلم گرم کننده است که در دوش عین کیفیت داره ولی بسیار معمول کیبل های گرم کننده لجی باشه. کیبل های گرم کننده از امتیازات زیاد برخوردار است. اولی که جای را نمیگیره، مثلا جای مبلت، جای مثل بخاری دیواری نصب میکنیم خود جای را میگیره، دیگه اشیای گرم کننده را و دیگه از لحاظ سی بودنش سی است به خاطر که کدام گرد غبار ایجاد نمیکنه و دیگه قابل ضرورت به ترمیم نداره و دیگه از لحاظ اقتصادی می باشه و در حدود 20 تا 25 سالی گارانتی و وارانتی می داشته باشه. سیفتیش به مراتب زیاد می باشه. حالا بیشتر فوکس میکنیم بالای هیتینگ کیبل. در اینجا میبینیم که در زمین ازی بالا زیر پارکیت ما شما میگیم یک کیبل که با رولس قبلا آماده شده هست اینجا نصب شده. در تصویر میبینید در اینجا شکل آماده شدن یک کیبل گرم کننده میشه و اینجا میبینید کیبل گرم کننده قبلا آماده است و در زیرش اصلا یک جولی فلزی است و بالش اینا وصل میشه و بعدا یک لا کانکریت یا به حساب مایع سیمیتی است که به شکل بسیار نرمالی بالایزی گذاشته میشه و تمام خانه رو به یک سطح قرار میده و بعدا میتونیم که مثلا بالایزی فلیز یا بالایزی پارکت قرار بده. در خود زمین میبینیم که خودش کاشی است و در اینجا میبینیم که ابتدا خود کیبل گرم گذاشته شده و بعد از او یک لا شما سمنت میگیم یا موادی که بالاخره بالایش خود کاشی گذاشته شده. و مسئله مهمی است که تمام کیبل های گرم کننده باید با یک ترموستات که سنسور داره باید وصل شود که از اون طریق میتونه که حرارت خود محل یا منزل یا خانه را کنترل کنه. در اینجا شما میبینید که یک رسم تکنیکی است که ما به چطور مثلا یک کیبل باید ما قرار بدیم با فاصله مساوی و این فاصله مساوی چطور آماده میشه. در اینجا قبلا آماده شده از طریق خود فابریک سنجیده شده ولی در اینجا وقتی ما مساحت خود خانه یافت میکنیم بعد از اون مثلا خود یک کیبل مقدار طولش پیدا میکنیم که در کتالوگ خود کمپانی می باشه و بعدا میخوایم که اگر ما مساحت خود خانه را تقسیم یعنی طول کیبل کنیم بعدا میبینیم که پیدا میکنیم این فاصله را به شکل مساوی در کل خانه وصل شد. حالا توجه شما رو به یک مثاله که چه قسم ما میتونیم که یک کیبل گرم کننده در یک تشناب استفاده کنیم. این تشناب میبینید 10 متر مربع مساحت داره و نظر به موجود است نظر تکنیکی که موجود باید در حدود 120 وات پر 1 متر مربع باید این زمین زی باید گرم شود و بعد از او در این حالت 0.5
متر مربع رو باید ما از 10 متر مربع کم کنیم، به خاطر که در اونجا قسمت کمبود است و جایی است که باید در اونجا کیبل گرم باید قرار داده شد. در مجموع وقتی می‌بینیم 10 متر مربع ضرب 120 در حدود 1200 وات تشناب ضرورت داره. و وقتی ما 1200 وات در اینجا می‌بینیم، در این جدول است قبلا محاسبه شده استاندارد است و 1200 پیدا می‌کنیم و می‌بینیم که در کجا این تاچ میکنه. در اینجا تاچ میکنه. اینجا معنا میده که این در حدود 70 متر کیبل ضرورت است. کیبل ضرورت است که اینجا ما میبینیم در حدود 70 متر وقتی که ما میبینیم در اینجا و این بخش طول کیبل است و در اینجا بخشی است که چقدر پاور می داشته باشه، مثلا بخش و در صورتی که 220 230 ولت برقه داشته باشه. بخش بالاییش در قسمت های به حساب اگر ما کنکریت استفاده کنیم و بخش پایینیش از خط سیاه پایین به حساب در اینجا استفاده میشه. این بخش هایی است که ما اگر لامینات یا پارکت استفاده کنیم، چون تشناب ما کاشی استفاده میکنیم و در اینجا در این بخش قرار میگیره. به این شکل این فاصله استانداردی که قبلا بر شما نشان دادم چقدر محاسبه میشه 9.5 متر مربع تقسیم 70 که 70 متر است ضرب سر سانتی متر 13.6 سانتی متر. این معنیش این است که از همون بخش که قبلا بر شما نشان دادم که من میتونم بعدا هم براتون نشان بدم، در اونجا این باید به اندازه یا 13.6 سانتی متر باشه و همچنان در کجا وصل شود و این فاصله باید کمتر از بخش مستقیم به خود دیوار باید نصب شود. دیوار باید فاصله نیم از 13.6 سانتی متر داشته باشه. در صورتی که اگر مشکلی یافت میشه به حساب یا کار نمیکنه خودش، باید ما چی قسم چک کنیم؟ اول باید چک کنیم که برق موجود است، بعدا ما ترموستات باید چک کنیم میشه که مشکل نبوده باشه. بعد از میبینیم که خود همین سیستم ایزولیشن شده. بعدا خود ما به تعبیر بصری میبینیم که کدام جای قطع نشده باشه و بعد تستایی که در ویدیو قبلی تستای کانتینیتی میکنیم که با زمین گراوند شده نشده. تستای سرکت به میبینیم که شورتی کرده، شورتی داری سرکت از دیانه